دوستان بسیار گرامی شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، امروز که 29مین روز از ماه دی ماه هستش، در پایان برنامه که همواره تلاش داریم با بزرگان مبارزین خانواده زندانیان سیاسی در پیوند باشیم، امروز با علی جان تبرزدی گفتگو داریم و آشنا خواهیم شد از آخرین خبرهایی که از مهندس تبرزدی دارن، چگونگی دستگیری ایشون و مسائلی که در این هفته پیش رفته. علی جان درود بر تو، خوشحالم که صداتو میشنوم. منم درود میفرستم به شما و تمامی شنوندگان برنامه‌تون. خوبه که در حال شما یادآوری نمودین که طریقه در حال بازداشت و یورش اینها به منزل ما رو و من هم اشاره دارم به این مسئله. روز چهارشنبه صبح نزدیکای ظهر بود که زنگ خونه ما به صدا در اومد و پدرم منو صدا کرد و برو ببین کیه. من رفتم پرسیدم، دیدم یه جوانکی پشت دره و گفتش که من مأمور قبض نمیدونم مخابراتم و بعد قبض بدم به دستشون. منم یکم شک کردم ولی بعدش در باز کردم و دیدم این طرف در هل داد. منم در رو ببندم که دیگه 2 نفری اینا وارد شدن و دستن نشون دادن و گفتن که ما از دادستانی اومدیم، بعد آقای تبرزدی شما برگردیم باید با ما بیان. که پدرم هم خواست، پدرم هم دستشو برد بالا گفتش که من آماده هم خودم تبرزدی هستم و اگه شما اومدن قاچاقچی بگیری این چه چیزی در خودی. این آقایون هم با کفش اومدن رو فرش اینا. پدرم گفت بریم اول جلوی در بیشیم من حاضر شد و با هم بریم که 20 دقیقه بیشتر طول نکشید. ایشون نبات‌ها و کتشون عینکشون قرص‌هایی که مربوط به قند خون و فشار خون بود با خودشون برداشتن و با اون آقایون رفتن. تا اینکه ما امروز مطلع شدیم از خبرهای که به گوش ما رسیده که ایشون رو خوشبختانه برگردوندن به بندشون در همون رجایی شهر، زندان رجایی شهر. و این 2 روز ما نگران این بودیم که نکنه ایشون رو مثلا بردن انفرادی زیر بازجویی هست یه چیزای دیگه، ولی خوشبختانه امروز با خبر شدیم که ایشون به بند زندان رجایی شهر برگشتن. حالا البته خب نگفته نماند که همون رجایی شهر هم با کمبودهای خیلی زیادی زندانیان دست و پنجه نرم میکنن که این سالهای گذشته من همیشه تو صحبتون با شما به اون کمبودها اشاره داشتم. بله علی جان، من همون روز نخست مصاحبه حسین جان رو شنیدم با وایس آمریکا، ایشون هم یک توضیحاتی میدادن و اینها. بیشتر نظر این بود که در 10 روز گذشته پیش از اینکه مجددا مامورین امنیتی بیان برای دستگیری مهندس تناقض بوده. یه دی میگفتن ما نامه دادیم، اونا دادستانی میگفته ما ندادیم. این چگونه بوده؟ این تناقض چرا در میان مقامات حکومتی این گونه است که برای اینکه کسی رو بخوان هیچ کدام همدیگه رو قبول ندارن و میگن نه این طرف ما نبوده؟ نهایتا چگونه پیش رفت؟ خب به هر حال خواست خود وزارت اطلاعات و اون صحبت‌هایی که قول و مدارایی که با هم داشتن این بود که ایشون مرخصی به شرط سکوت باشه، یعنی مادامی که ایشون مصاحبه نکنه، فعالیت نداشته باشه، بتونه بیرون بمونه. به هر حال تو این آزادی، تو این مرخصی مادر بزرگ من خیلی تلاش داشت، خیلی با اونو صحبت کردیم و اونها هم حالا اونطوری که خودشون وانمود میکردن احترام زیادی می‌گذاشتن ما برای مادر بزرگتون واردیم، یعنی که مادر شهید هستن اینها. در حال تا 4-5 ماه اول که خود پدر منم خیلی رعایت کرد، واقعا با هیچ گونه مثلا از دوستانش ارتباطی نداشت، صحبتی نداشت، مصاحبه‌ای نداشت، این گونه پیش شد. ولی خب اصلا چند ماه که در حال ایشون هم خودتون دامنه فعالیتش هرچند فعالیت‌ها در حال در جهت خواست و حقوق مردم و حق طبیعی همه هست، ولی خب در مقابل اون چیزیه که اطلاعات و دادستانی و اینا از پدر من خواسته بود، در حال این انتظار میرفت که اینها دیری و زود برخورد کنن. حدود 1 ماه پیش از اطلاعات به ما زنگ زدن، من گوشی رو برداشتم. آقایی که مسئول پرونده بود گفتش که ایشون الان داره به این سمتی میره که در حال دیری و زود ضابط قضایی وارد جریان میشه و دیگه ما با شما اعلام حجت کردیم و من اینو میدونستم که به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. ولی اینطور که میریزن تو خونه و دوباره اون یاد
چند سال گذشته رو بر ما تداعی کنم. به هر حال بار اولی نیست که اینا اینطوری می‌ریزن. چندین بار تو از سال‌های گذشته به هر حال یه روان شده بود که تو خونه می‌ریختن، اگه پدر تو خیابون بازداشت می‌کردن باز تو خونه می‌ریختن. ولی خب تفاوت که این دفعه داشت این بود که دیگه لااقل اینا چیزی از خونه ما نبردن، یعنی نه کتابی، نه جزوه‌ای، نه کامپیوتری، اصلا کاری به این چیزا نداشتن، فقط پدر رو به خودشون بردن. به هر حال این انتظار بود که ایشون برگرده و تماسهایی که اطلاعات داشت مبنی بر این بود، اما اینو گردن هم مینداختن. یعنی اطلاعات بازی بود که به واسط اطلاعات کرد در واقع، و از طرفی از اینجایی که این فعالیت‌های پدر رو اونگونه نبودن که اینا بتونن یه بهانه خوب داشته باشن که برگردونن، اینو مثلا هی گردن مثلا دادستانی مینداختن که آخرش هم مثلا مجبور شد که دادستانی و اینا وارد عمل بشن و به نوعی این بازی دو پهلو و دوگانه که اینها انجام داد. علی جان، من قشنگ یادمه وقتی که نخستین بار تلفنی فقط گفته بودن که ایشون را احضار کرده بودن، مهندس نوشت که فردا من به زندان باز میگردم. خب همه نگران شدن. بلافاصله صبح که از خواب بلند شدیم مهندس نوشت که من به زندان باز نگشتم، به خاطر اینکه اصلا این کار غیر قانونی بوده، رایزنی کردم با سایر دوستان، با خانواده. و سرانجام دیدیم که اینگونه شد، یعنی پس از 10 روز که از اون مسئله گذشت اینگونه یورش آوردن و ایشون رو دستگیر کردن. چی بود؟ علت چی بود؟ یعنی به راستی همین بود که چون حرکتشون غیر قانونی بود، فقط تلفنی ایشون رو احضار کرده بودن؟ چرا ایشون اول گفت میرم و بعد گفت نه من بر نمیگردم؟ به هر حال میدونید که این آزادی و این حق آزاد بودن، ما حالا درست در این نظام داریم، در این حکومت، در این در واقع مملکتی زندگی میکنیم که یه نظامی داریم اینطوری سرکوبگر، غیر مدنی، زورگو، برای ما با این سیستم طرفیم. ولی از طرف دیگه برخی از شهروندان، برای اونهایی که به حقوق و خواسته‌های خودشون واقف هستن، مثل از اون پدر من که یه فعال سیاسی هست، یک مبارز و یک فعال مدنی حقوق بشریه، این زمان نمیاد مثلا به راحتی در برابر این خواستها در واقع کوتاه بیاد و تن بده. و همین دلیل خب در ذهن نخست، چون که این آقایی که تماس گرفته بود اولا بدون هیچ گونه مثلا معرفی، فقط در این حالت کوتاه، در این صحبت کوتاه گفتگو شما بیا معرفی کن خودتو و اونجا بهت میگن چه خبره. خب در واقع ما ایشون صحبت که من با خانواده داشتم میگفتش خب از کجا معلوم شد این مثلا دادستانی نبوده، چند میگه مثلا خودسر بوده یا از سپاه بوده. خب چون که میدونید که ما ایشون مخالفا و موافقه خاصی داره، خب بین این مخالفا یه سریشون هم خوشترن دیگه. این دین ما داشتیم که برای شاید همینطوری غیر رسمی بیان شده و معمولا از دادستانی باید به طور مکتوب مثلا بیاد برگه بیاد دم در. این درستش اون بود که مثلا مکتوب برگه می آوردن مثلا در این طریق خودتون معرفی مثل زمانی که دادگاه انقلاب مثلا میتونه اجرا میکرد که مثلا زندان. این مورد، این اتفاق در این مورد من افتاد و همین بود و اصرار خانواده، مثلا مادرشون این بود که مثلا بر نگرده و کلا در این مثال هم از اینجایی که ما پیوسته با هم بودیم، یعنی ایشون فقط کنار خانواده بود و اینها، طبیعتا به اون سمت رفت که این لحاظ روانی و جذب روحی که تو خانواده اومد ما ایشونو گفتیم که بر نگرده، در صورتی که در رنگ نخست ایشون میخواست بره، ولی توی فشار روانی که تو خانواده بود و خواست مادرشون و دوستان دیگرشون به این مسئله رسیدن که بر نگرده و بعد دیدیم که به هر حال اون اتفاق افتاد. اما تماسهایی که مثلا عموهای من داشتن با اطلاعات و اون مسئول پرونده به گونه بر ما روشن شد که این اتفاق به زیادی خواهد افتاد، چون که اونها هم مصر بر این بودن که ایشون باید برگرده، ولی مثلا برگرده چیزی نگه تو دوره زندان، هیچی ننویسه، شاید مثلا ما دوباره بهش مرخصی بدیم. یعنی این چیزایی صحبتایی که به ماموران اطلاعات داشتن و دیگه در ما روشن شده بود که این برگشتنشون حتمیه، ولی شاید یه جوری عقب بیفته. و این که حالا بریم یه جورش آوردن و اینطور این بیشتر در ما که حالت زننده بود، یعنی
برای خانواده و بیش از این خود اونو هول کردن. یعنی این مأموریت چیزی مثلا با تمام احترامی که گذاشت بعد از این حمله که کرد، اما یه دستپاچه بودن که یه هرچی سریعتر مثلا ایشون برگردیم منو برن هیچ اتفاق نیفته. چون می‌بینیم که ما در یه منطقه هم زندگی می‌کنیم که منطقه پر رفت و شدیه، در حال میشه در حال یه راحتی مثلا شلوغی نمیشه که این از این مسئله خیلی ترسیده بودن و در مثلا 20 دقیقه ایشونو بردن. علی جان میتونی در مجموع که من خوندم از قلم خود مهندس حدوداً ایشون چند سال در این دوره ها در زندان بودن؟ یک دوره قبلا بود و یک الان 3 سال هم در این دوره گذشته. بله ایشون میخوایی اگه مثلا از سالی میخوایی حساب کنیم چیزی در حدود 15 ساله که ایشون در حال رفت و شد به زندان هست و در واقع سالی نبود که مثلا ایشون سال بشه 2 سال ایشون بیرون باشه. این شاید مثلا توی یه بار اتفاق افتاد مثلا 2 سال به طور مثلا متناوب ایشون بیرون باشه. معمولا هر 1 سال دیگه آخرش ماکسیمومش بوده که ایشون رفته زندان. و اگر مثلا خواستیشون با تعداد سال واقعیش حساب کنیم چیزی در حدود مثلا 9 تا 10 سالشون تا الان زندان داره. یعنی به طور پراکنده مثلا می‌دونی که 3 سال اخیراً به طور یک جذب زندان بود، چندین سال مثلا حدود فقط کنم 6 سال و نیم ایشون انفرادی داره. یعنی به طور اگه بخوام جمع کنیم انفرادی ایشون میشه 3 سال و نیم. بعد الان شما ببینید مثلا بیماری قند ایشون سنش نزدیک به 400 بود این سری که ما تست کردیم. اینا همه نتیجه استرس ها و فشارهای روحی بوده که در حال بر ایشون وارد شده و نتیجهش رو الان گذاشته. فشار خون، قند، در حال الان شما چهره ایشون تو عکس ببینید معلومه. واقعا این من خودم تو عکس نگاه میکنم میگم چقدر پدر تفاوت کرده در این مثلا چند سال اخیر که تو نجوای شهر بود. چون که نجوای شهر یه زندانی مثل حالت تبعیدگاه داره. این زندانی که اینجا هستن تحت سخت‌ترین شرایط قرار داده شدن و هیچ گونه ارتباطی با سایر بندهای دیگه و فعالیت‌های مثلا اجتماعی و روزمره و اینا خیلی محدود شده. محدود به اون بندگارات تبعیدگاه داره. و هر حال فقط تنها راهی که باید، تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که دسته اخبار زندانی‌ها رو به گوش دنیا برسونیم، به سازمان‌ها و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر. می‌بینیم که در حال که این 1 سال که ایشون بیرون بود، چند ماه اخیرش تو زمینه لغو حکم اعدام، نمیدونم حمایت و در واقع پشتیبانی از اقوام و اقلیت‌ها، اینها باید به یک شکل در واقع زیرساختی و به شکل پایه‌ای بهش رسیده بشه، بهش پرداخته بشه. الان مشکل ما اینه، اون مشکلی که روشنفکرها و مشکلی که آزاداندیش‌ها و مشکل اقلیت‌های قومی مذهبی در ایران اینه که باید خواست‌های خودشون رو مطرح کنن و براش هم هزینه بدن. تنها راهش اینه. ولی این نظام سرکوبگره، نظامی که تا دنده مسلحه و زورگو هم هست. پاسخگو به هیچ نهادی هم نیست. اگر تا مادامی که هیچ فشار نباشه. علی جان یک وجود خیلی زیادی هم مؤثر میتونه باشه. بله حتما. می‌خواستم این خبر رو هم با آگاهی دوستان برسونم، حتما خودت هم در جریان هستی. استقبال بی‌سابقه از دادخواست آزادی مهندس حشمت الله طبرزدی که بسیاری از کسای فرا عقیدتی، فرا حزبی، فرا مسلکی حول یک خواسته محوری مشترک حقوق بشر گرد هم اومدن و خواستار آزادی مهندس طبرزدی شدن و در این مورد وزیر امور خارجه کانادا از سوی دولت کانادا با پیام توییتر خواستار آزادی حشمت طبرزدی و سایر زندانیان سیاسی ایران شد. این هم خبری است که رسانه‌ها بزرگان در فعال هستند در این زمینه و استقبال بی‌سابقه‌ای از دادخواست آزادی مهندس شده. و اگر هم نمیدونم هفته آینده ملاقات داشتیم قرار شد اینو درود ما رو هم بفرستین. علی جان میخواستم پرسش کنم آیا مادر بزرگ در کنار شما نیست با ایشون هم گفتگو داشته باشیم و صدای ایشون رو هم بشنویم؟ متاسفانه ایشون
الان شهرستان هستن و تماسی هم که من داشتم خیلی بسیار ناراحت بودن، چون که ایشون رو لحاظ مزاجی و به دلیل کهولتشون به هر حال تحت شرایط خیلی بدی به سر میبرن و این نگرانی هایی که الان برای ایشون به وجود میاد خودش باعث رنجش شد. ولی من سعی میکنم که اگه بشه شما هم بتونی هفته های آینده یه صحبت رو هم با ایشون داشته باشیم و بتونه ایشون درددل کنه و صدا شده گوش شنوندگان و جهانیان برسونه. ما در خدمت هستیم. به هر حال رادیو فرهنگ همواره در کنار خانواده زندانیان سیاسی مبارزین بوده و از این به بعد هم خواهد بود و فکر کردم اگر سخنی پایانی داری در خدمتت هستیم و اگر نه به مهر و شادی بسپارم. سپاسگزارم من مجددا از محبت و تلاش‌های بی‌دقیق شما که به مقصد از طریق فیسبوک می‌بینم که شما به شکل خیلی مدنی و به شکل خیلی دموکراتیک اخبار تمامی زندانیان رو به گوش هموطنان ما می‌رسونید. این خودش برای ما خیلی خوبه و از طرفی میخوام از تمام افرادی که الان صدای منو میشنون، اونایی که در حال دستشون به جای میرسه تریبونی دارن یا میتونن کار مفیدی انجام بدن که هیچ وقت فراموش نکنن این زندانی ها رو، که تنها راه این که ما بتونیم این دوره زندان پدر و دیگر دوستان رو کوتاه کنیم اینه که اطلاع رسانی کنیم، دنیا رو حساس کنیم نسبت به مسئله حقوق بشر، نقد آن توسط رژیم جمهوری اسلامی و اینکه بتونیم اینها رو تن بدیم به این خواست که بیان و عقیده یک خواست حقیقی و طبیعی انسان و نمیشه با سرکوب و زندان و شکنجه و اینا این صورت مسئله رو حل کرد. سپاسگزارم الله که شما پاینده باشین. بدید درود بر شما علی جان، پیروز باشین و با امید شنودن این تا هفته های بعد. درود بر تو. پاینده باشین.